درود خدمت همراهان همیشگی کانال حواشی هنر. دختری از رشت که از تریسام گرفته تا همجنسگرایی فیلم‌های خود را پخش کرده. در ادامه به همین موضوع میپردازیم، اما قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مند هستید کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. سپهر ساعتچی که یکی از کسایی بود که با آتوسا رابطه جنسی داشته و او قهرمان تیم قایقرانی بود که شایع شده خودکشی کرده و خبر خودکشیش درست نیست و اما با پیگیری‌هایی که انجام شده گفتن که در زندان هستن و با خبر شدیم که این دختر خانم به ترکیه مهاجرت کرده و فیلم‌های خود را خودش پخش کرده. دوستان عزیزم خیلی خوشحالیم که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مند هستید کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد بدرود.